حتی که هر چیز از یک چیز قوت نگیره، حتی روشنی محتاب از آفتاب میدونن، تمام طبیعت خوشرویی و زیبا و رنگ چه گرمی آفتاب میدونن. اما مسلمان قوت و آب و تاب روحش یکم شیشتن با کلام خدا بود. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بالای منبر دا بلند شدن گفتن ای مردم، این کتابی است که با این میشینه هدایتاتون بلند میشه، توفیقاتون مستحکم میشه، گناهاتون میسوزه، بعد از خیستن سبوک میخیزه. بعد از اون میگه حضرت دوام دادن گفتن هر کس قرآن داره همه چی داره، هر کس قرآن نداره هیچی نداره. گفتن حضرت در کجا؟ اول در قفس سینه‌اش، دویم در زندگی عملی کردگیش. کسی قرآن دایریجش از یاد کرده و همه چی داره، او را اگر عملی کنه با نور علا نور. برای همین مسلمان یگانه چیزی که دستاورد بزرگی که ما داریم این قرآن مونه. حتی که حضرت ابن مسعود روایت میکنه که زمان عهد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زندگی ما همین بود که ما 10 آیه قرآن از یاد میکردیم، در زندگیمون عملیش میکردیم و قفای 10 آیه دیگه میشدیم. این همین بود مگه حالی ما، این همین بود مگه زندگی ما. برای همین هر کسی که قرآن داره همه چی داره، هر کسی قرآن نداره هیچی نداره. گفتن حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بعد از او گفت که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، من از پیغمبر خدا مقصد گوش کردم که حضرت گفتند که رب تال قرآن و القرآن یلعنه، بسیار آدم قرآن میخونن قرآن لعنتشون میکنن. میگم حدیث درازه در امام نووی هم میگه، میگم بسیاری آدم قرآن میخونن و قرآن لعنتشون میکنن. گفتن چی با؟ گفتن هیچ عمل به کلام الله ندارن، میدونن قرآن میخونن بلبل و توتی و خوشبو، میگن قرآن لعنتشون میکنن. برای همین پروردگار ما را پناه ده لعنت قرآن. حدیث امام ابو داود بوده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی در قفس سینه‌اش یک آیت قرآن از یاد میدونه، بالای او در فسق و فجور و شراب میریزه، روز قیامت انمی یک آیت از گلوش آورده نزد خدا داره پروردگار من کلام تو بودم کار کرگی، من شاهدی میتونم که همین گناهگار ای. رسول اکرم گفتن که کسی قرآن در حقش به بدی شهادت و جهنم میره. برای همین این یک کتابی هست که در شیشتن با این گوش کردن به این موعظه، به این صحبت، به این ما همین شور صحیح میشته. برای خوشا به حال انسانایی که این بعض ما را این کارا رو دوست می‌دارن، این عملا رو دوست می‌دارن، خیلی خیلی ولی قرآن خیلی عصر و زمانو در کاره که حال قرآن حال هم تفسیر نشده. پیش جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم مردی از بادیه میبیو میگه حضرت قرآن تعلیم انته. حدیث امام مسلم روایت میکنه پیغمبر خدا در بین صحابه میپرته میگه قرآن تعلیمش ده، سر میکنه ای سوره اذا زلزله و من یعمل مثقال ذره خیر یره ده میبیو. یعنی که هر نیکی که میبینی به اندازه از ذره حاجه او را میبینی، خیلی میبینی، همین قبادی هم کنی میبینی. این مرد میگه جمع کرد، میگه همین سوره را از یاد کرد شد، میگه گفت که من روی بادیه را پیش میگیرم. گفت چی با؟ گفت آخه نه فهمیدم که بدینه که فراموش نمیشه، بس من دمی قاش پیش حضور پیغمبر اومدن گفتن مسافر رفت همین سوره اذا زلزله را از یاد کرد، گریه کرده رفت همین 2 آیت آخرش تا حضرت گفت که همین کار اگر کرده باشه گفتن افلح، این نجات یافت. یعنی گویا میشه عزیزا که یک آیت ما رو نجات میده، یعنی که همین نیکی و بدی نزد خدا فراموش نبوده، میدیدی پیغمبرش میاد ذره هم باشه. برای همین مقصد این قرآن شیشتن، با این قرآن صحبت کردن. این قرآن یک کیروزه، یک همین ترازوی هست که ما خودمون با او باید موافق کنیم همون. این همین چیز اومده یک قرآن کلام خدا. برای همین شیشتنامون و صحبتامون و آخریامون برای همین که پروردگار هدایت‌های صدق گردانه و توفیقامون توفیق‌های به قوت گردانه و ایمانمون مستحکم کنه و همین صحبتامون در همین دنیا هم در آخرت هم دستگیر روزی مقصد آخرت رو در همین دنیا فتح و نصرت پیروزی دین گردانه. به دنیا نفس او شد اژدهای شداد جنت ساخته بوده است. همین خیلی لعنتی میشه و که این ببینین که حضرت عزرائیل در گرفتن جانش
مقصد گرفتن این جان شداد که جنت ساختگی بوده حضرت چیکار کردگی بوده کمتر افسوس خورده بوده که همین کرده هیچی همین جنت ساخت همین خواست که هم دری جنتش درویا در یک روایت آوردگی بوده است که همین خیل جنت میسازه در همین دشت های همین امروزه عراق یک حادثه بوستان میسازه بعد از او دیگه تمام خرجاتش تمام میشوه میخواهند که با آب طلا در دهن دری همون چیز نویسند جنت بوستان سراش دیگه نمیوان طلا هم اگه میبینی خداما میگن در تاریخ نامه‌شون میگه به همین سپاهیاش میگذاشتن که کودک‌ها بازی داشتن ای دهن دائم گردنبند ده کودک همون زنجیرکاشون میکنن طلا بود اصلا میگیرن ایده همون با مجبوری سپاهیاش آورده آب کرده دهن دری همون جنت چه مینویسن که جنت شداد و فلان میخواد تعریف نامه مینویسن همین حالت همین کودک‌ها یتیم بدین دعا میکنن که پروردگار رو همینا که ظلم کردن ملکش خراب کرد و دعای یتیم میگه ملک شداد خراب شد گویا میشه که ما گمان میکنیم که سپاه خدا با یگان اسب و با یگان مقصد دیگه نیزه و شمشیر میبینه نه سپاه خدا در همین زمین مظلومه یک حکومت سبعه یعنی قوم سبعه کرموشان اس کردن همون پلاتینش تکش خویدن همون پلاتین داروشون غرمیدن واش مردن زمانی که همین آمد یک ویروس کرونا ایرپورت های دنیا رو منع کرد نه هیچ کاری بچه‌اش نمیبینه این یک قدرت خدای نمیه در یک روز ضرر چین 5 میلیارد دلار بود یک کرونا هیچ کس نمیبینه او را چقدر آدم‌ها سیرایت میشدن بعد میگه شداد هم می کار کرده حضرت عزرائیل خطی بالای اسبش میگه جان شگیری تو میگه حضرت عزرائیل میگه حسرت خوردم که با همینجا بعضا مور نصیحت میکنه که به دنیا نفسی او شد اژدهای بمرد آخر به دعوای خدای نفسی که انسان اگر امور مطیع شریعت نکنه این نفس آدم بسیار به ایمان میکنه این همین دنیا رو برای چی امروز ما عذاب میکشیم برای قناعت نداریم رسول اکرم پرسیدن که آزادی در چیست حضرت در قناعت یا پدر و مادر 10 فرزند تا دیول کلام میکرد زن و شو میداد ایم قشلوق بیرون نمیبروما قناعت نیست دیگه قناعت نمون دیگه باور کنید این همین بسیاری ما را نفس رسوا کرده به دنیا نفسی او شد اژدهای بمرد آخر به دعوای خدای مخور هرگز فریبی اشوهی دون بریزد آخرین خنجر ز تو خون برای مهر دنیا می رود دین که جمعی دین دنیا نیست ممکن این دنیا را با دین هیچ کس جمع کردن نمیتونه هیچ کس این بسیار گفته دنیا دا بسیار نروی شما خنجرش بیزه بای هزارها هزار آدم این سرش بریدگی این بدبختی عروس با هر روز در فکر شوی نوای رسول اکرم تبسم میکنه از شب معراج و از او پرسیدن که ازش تبسم میکنی و شب معراج وقتی که آسمانی بالا ده که من میرفتم یک زنی زیبا رو 3 بار با من پیشنهاد کردن من طلاقش دادم گفتن او کی بود حضرت او خدا دنیا را به صورت زن من پیشنهاد کرد اما من در روز گفتم من ترا طلاق دادگیم یگانه امت و بنده های خدا در این زمین موحد باقی ماندن آخرت دوست می‌دارن این امت های رسول اکرم ما دنیا را سخت دوست می‌داریم یا آخرت ما دوست می‌داریم این دنیایی که آخرت ما در ضرر ته برادرها این دنیا بسیار دنیای بده این دنیا قدی باید ما آخرت خریم حضرت امام ابو حنیفه را میپرسیدن که دنیا جمع کنیم میگفت اگر انگی عثمان جمع کنه میگفت چرا میگه رسول اکرم روز جنگ تبوک ششتگی بود که از ضرر قشاقی کمبغلی صحابه و حضرت میگه پیشنهاد میکردن که نان خوردن نیست آبی نوشیدن نیست خانه هامون حالش بده حضرت میگه بسیار میگه زیق شدن حضرت عثمان میگه برو آمدن رفتن اندک بعد آمدن یک نیم تحمیق لیمچه میگه طلا آوردن در دامن رسول اکرم ریختن گفتن حضرت همون برکت‌های تجارت ما که جمع کرده بودم این امیر رو در شما میتیم که زیغ نشه تقسیمش کنید و میگه جناب پیغمبرم که سرشون رو برداشتن ابو رافع حدیث روایت میکنه میگه دیدیم همین چهره پیغمبر نورش بعد همین کنم که روشن شد که ای نور طلا درخشید بعد از او گفت که ای برادرها ای اصحابی گفت ای صحابه هم گفت امروز گناه در عثمان دیگر ضرر نمیکنه
این چی با گفتن عثمان جنت خرید. از امام ابو حنیفه را پرسیدن که دنیا جمع کنیم تا رنگ عثمان جمع کنیم که به همین دنیا قد چی را خرید حضرت؟ آخرت خرید. هیچ محل دنیا جمع کنی حرام نیست وقتی خیل دنیا جمع کنی باشه. دنیا جمع کنی زکاتی حرام نیست، صدقتی حرام نیست، احسانتی حرام نیست. همون دنیایی که ما را رنگ قارون میکشه حرامه. همین دنیایی که ما را رنگ شداد میکشه حرامه. همون دنیایی که ما را رنگ ابو جهل میکشه حرامه. ما را دنیایی که رنگ حضرت عثمان و رنگ حضرت عبدالرحمن ابن عوف و رنگ اینو کشه، این خیلی دنیا حتما در کارای ما. برای مهر دنیا میرود دین که جمعی دین دنیا نیست ممکن. برای مال آید بر سر تیغ فرو گیرد همیشه شمس را میغ. به هر دلگر کند جا مهر دنیا شود محروم. عشقی حق تعالی که طبعی او بجوید گنج چون مار شود با زهر او آخر گرفتار. نگردد عاقبت زهرش به افسون ندارد داروی جز لطف بیچون. نیفزاید ز رزق دانه اینجا چرا چسبیده ای در عشق دنیا. چیزی که خدا ریسک کرده باشه برادر همون رو میخره. میگه این دنیا یک دانه ریسک شما رو زیاد نمیکنه، میگه ریسک خدا زیاد میکنه. ریسک خدا میتیه. هیچ محل ریسک شما کم و زیاد نمیشه، میگه خدا میکنه. این دوا همش سببه. قسم به خدا این دوا همش چی عزیزا؟ سببه. هارون الرشید عورا رو نگاه میکرد میگفته ای عبرها اگر شما در اندلس در اسپانیا میبره، شما در چین میبره و در هند میبره، حاصل شما رو نمی من میخرم حاکمان. روز میگه که بر قبضه ملک الموت که گرفتار شد، بعد از اون میگه که گورما در پیش چشمم کنه کنی و میگه گورشم تا کندن لحد دید و گفت سپاهیای منو فیروب کنه که تاگه قصر بیانماش. همه سپاهی آمدن گفتن در کجا این سپاهی رو آخرش؟ گفتن آخرش ای اروپا برآمده است، اولش در پیش خط است. و هارون الرشید نمی قدر یگان دشتر ای مردن خلاص کردن نمیتونه. این نمی لحد خود تو خمید روی و بر حال دک نمیدونیم که درونی لحد چی گپه.